سگ و گربه ها همدیگر را چشم دیدن ندارند. همین که سگ گربه را بیند، گوش و دمش را سیخ کرده با او در افتادنی می شود و گربه فرصتی مناسب یافته دم را خاده می کند. اما در زمانهای پیش آنها دوست بودند. گربه در شاخ درختان آزادانه می گشت و پرنده ها را می قپید. در زمین موشها و کلتکلوس ها را شکار می کرد. سگ باشد به جنگل می رفت و خرگوشچه ها و جانوران خرد را شکار می کرد و در ساحل کوه مرغابی و غازها را صید می نمود. گربه سگ را دوست نمی داشت. به قوه و چالاکی او حسد می برد، اما مکارانه با او معامله خوب می کرد، زیرا سگ همیشه او را با گوشت با لذت و خوش‌طعم مهمانداری می کرد. آنها در همسایگی همدیگر آرام و آسوده می زیستند. باری زمستانی قهرتون و سیر برفی آمد. پرندگان به کشورهای دور و گرم پریده رفتند. جانورکان جنگلی هم در لانه هایشان پنهان شدند. سگ و گربه سخت گرسنه ماندند. چیزی برای خوردن نداشتند. سگی بیچاره خنک خورد. شکمش گرسنه به نزد گربه آمد و گفت: احوالم بد، گرسنگی عذابم می دهد. راست، گفت گربه، حال من هم همین. از سحر باز چیزی به دهان نبردم. میدانی چه؟ در این نزدیکی ها در نزد جنگل خانه هست. در آنجا آدم زندگی می کند. بیا می رویم و از او خواهش می کنیم که ما را به خانه اش راه دهد. دیروز من از تریزه خانه اش دیدم که خانه اش گرم، در روی دسترخوانش گوشت و نان و شیر بود. گفت سگ: اما او ما را به خانه اش راه نمی دهد. گفت گربه: چرا نه؟ ما با او خدمت میکنیم. تو موشهایش را میقپی، من در شکار یاردمچیش میشوم. ما با بچه هایش بازی میکنیم. رفتیم میپرسیم. گفت سگ. گربه مکار فکر کرد که آدم شاید 2 نفر را یک باره به خانه اش نگیرد و سگ را فریب دادنی شد. می روم و خودم به خانه آدم می پرسم. او را فریب می دهم. گوش کن همسایه، گفت گربه، دستی خالی به خانه آدم چی خیل می رویم؟ تو بیرو یگان خرگوش یا بوزیچه شکار کن، با آدم تحفه می بریم، خرسند می شود. تو خیلی با عقل همسایه، گفت سگ و به شکار رفت. همین که سگ از چشم غایب شد، گربه به سوی خانه آدم دوید. سلام آدمی نیک، مرا به خانه‌ات نمیگیری؟ من تو را از موشها خلاص میکنم، با بچه هایت بازی میکنم. گفت گربه. مایلش بیا، گفت آدم و او را به خانه در آورد. در خانه آدم گربه شکم سیری خوراک خورد و در پهلوی بخاری گرم خوابیده فکر میکرد. باب کرده سگ را فریب دادم.
حالا از خنکی یخ کردگی است. سگ بیچاره باشد روزی در روز آواره شد و عاقبت خرگوشی را قپید و به نزد گربه آمد، ولی گربه را در جای وعدگی نیافت. خیلی کافت ولی از گربه نشانی نیافت. بیچاره را شاید گرگ‌ها خورده باشند. غمگین شد سگ. سگ خیلی افسوس خورد و خودش به خانه آدم آمد. سلام آدمی نیک، من به تو خرگوش تحفه آوردم، مرا به خانه‌ات بگیر، به تو صادقانه خدمت میکنم، گفت سگ. میلش، گفت آدم، اما در خانه هم جای ندارم. گربه لکی با ما زندگی میکند. اگر خواهی در روی حولی زندگی کن، خانه‌ام را پاسبانی میکنی، به عوضش خوراک خوب میدهم. چی علاج؟ سگ راضی شد، اما دانست که گربه او را فریب داده است. از آن که گربه او را فریب داد خیلی علمش آمد. سگ با آدم دوست شد. بچه های آدم نیز با سگ بازی کردن را دوست می داشتند. از همان زمان این جانب گربه ها در خانه آدم در درون خانه زندگی می کنند و موشها را می قپند. سگ ها باشند در روی حولی خانه را پاسبانی می کنند. با دوستشان آدم به شکار می روند. سگ ها از همان زمان گربه ها را بد می بینند. در هر کجایی که آنها گربه را بینند به آنها در می افتند، زیرا هنوز هم علم فریب گربه در دل آنها هست.